هنرپیشه مردمی تاجیکستان یکی از شیرینکاران معروفترین تاجیک علوالدین عبدالله‌زاده صبح 7 فوریه در سن 57 از عالم چشم پوشید. بنا به اطلاع دریافتی سکته قلب علت مرگ هنرمند معروف شده است. ناصرجان مأمورزاده سردبیر نشریه قتلان مرگ علوالدین عبدالله‌زاده را چه خبر جانگداز و باور نکردنی نامید. بنا به اطلاع ناصرجان مأمورزاده نماز جنازه علوالدین عبدالله‌زاده وقت نماز عصر در شهر بختر کوچه عبداللهیف برگزار می شود. مدیر شعبه فرهنگ شهر سربند دلاور اشورزاده در صحبت با از پلوس گفت که به آنها هم خبر مرگ این هنرپیشه ممتاز را رسانیدند و حالا در راه به سوی خانه مرحومند. دیروز با تلفن صحبت کرده بودیم، شکایت نداشت، بعضی مسئله های کاری را صحبت کردیم، اما این صبح خبر مرگش را رسانیدند که در مجموع در گذشت استاد تلفات بزرگ و جبران ناپذیر برای فرهنگ ملی ما است، گفته است اشورزاده. تازه در برنامه سالنوی تلویزیونی تاجیکستان شماره زیادی از صحنه‌های نو علوالدین عبدالله‌زاده از سلسله شوخی‌های علوالدین نمایش داده شد و اکثر تماشابینان گفته بودند که در برنامه به صورت عموم کم نور سالنوی تلویزیونی از انگشتشمار چیزهایی که از بقیه فرق میکرد و به دلشان رو یافت یکیش همین شوخی‌های علوالدین بود. علوالدین عبدالله‌زاده استعداد داشت که در صحنه‌های کوتاه یکباره چند نقش، چه نقش مرد و چه زن، چه جوان و چه پیر را می‌آفرید. او این استعداد خود را بیشتر از همه در سلسله شوخی‌های علوالدین به نمایش گذاشته است. علوالدین عبدالله‌زاده 15 مای سال 1965 در شهر قرغن‌تپه به دنیا آمده. سال 1989 دانشکده دولتی صنعت به نام میرزا ترسونزاده را ختم کرده است. او فعالیت هنریش را در تئاتر موسیقی مسکه شهر قرغن‌تپه شروع کرده. در این مؤسسه هنری همچون هنرپیشه و کارگردان هنرنمایی کرده است. علوالدین عبدالله‌زاده چند سال مدیر تئاتر شهر بختر و سالهای اخیر مدیر ریاست فرهنگ ولایت ختلان بود. او سال 2006 به عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان و سال 2013 به عنوان هنرپیشه خلقی تاجیکستان سزاوار شده است.